ملت فلسطین مفتخر است که خدای متعال بر آنان منت نهاده و رسالت عظیم دفاع از این سرزمین مقدس و مسجد الاقصی را بر دوش آنان نهاده است. این ملت راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکاء به توانمندی‌های ذاتی خود در صدد برآید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تا کنون چنین کرده است. انتفاضه‌ای که اینک در سرزمین‌های اشغالی برای سومین بار آغاز شده مظلومتر از دو انتفاضه دیگر است، اما درخشان و پرامید در حرکت است و به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده. درمان آن نیز باید مرحله ای باشد که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اهداف مرحله‌ای بسیار مهمی را محقق سازد و همچنان توفنده به پیش می‌تازد تا دیگر اهداف خود را تا زمان آزادی کامل فلسطین محقق سازد.